پیامبر موسی پرسید گفت ای الله، گفت کی محمد؟ الله اتوه داده گفت قسم به بزرگیم، قسم به عظمت بزرگیم، گفت ای موسی یگام شخصیت گفت من اینقدر قیمت گفت نکردم نساختم تا حاضره، بلکه گفت 1000 سال پیش از زمین و آسمان و ستاره و ماهتاب آفریدن گفت من نام این محمد گفت در بر نامهای خودم در عرشم گفت نویستگیم، گفت من حتی گفت در آمدن جنت برای همه گفت محکم کردگیم تا وقتی گفت محمد صلی الله علیه و سلم با امتش نیاید ندروید. پیامبر موسی پرسید گفت ای الله کیان گفت این امتای محمد؟ الله گفت اینها یک گروه هستند، گفت روزها گفت روزه میگیرن و شبها گفت میخیزن نماز میخونن مرا عبادت میکنن، حتی گفت برای یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله گفتنشان گفت اگر کنه گفت این چیزاشون گفت فقط چی نیست، لیکن مرا گفت برای این چیزاشون خوش میاد، گفت برای این کارهاشون گفت من اینها را داخل جنت میکنم. گفت انا بعدا شاعر در نظم میاره میگه که وقتی موسی نگاه به شأنش کرد از امت بدنش تمنا کرد، میگه شب معراج وقتی که حضرت موسی را وا خوردک پیامبرمون میگه وقتی که موسی نگاه به شأنش کرد از امت بدنش تمنا کرد. الحمدلله رب العالمین که چقدر یک بگیم پیامبر بزرگی را ما برادرای عزیز صاحب هستیم. الحمدلله بگین که امت محمد صلی الله علیه و سلم، الحمدلله بگین که دین اسلام داره. برادرای عزیز، خواهرای عزیز، نمازتون بوفریم بخونین، انشاءالله دعاگو باشین، ویدیو را پدیلی تکنین. سلام علیکم و رحمت الله.